شام 18 مای در یک چایخانه غذاهای ملی در شهر مسکو بین زادگان تاجیکستان و قرقیزستان زنی گروهی روی داده است. بنا به معلومات رسیده، مناقشه در چایخانه واقع در خیابان ورناتسکی 39 در زمینه خصومت شخصی صورت گرفته طبیعت معیشی داشت، ولی بحث لفظی مزاجان چایخانه در نهایت به زنی گروهی با اشتراک حدود 15 نفر از تاجیک‌ها و قرقیزها پیچیده است. در خیابان ورناتسکی 39 چایخانه ریحان که در بین دوستداران غذاهای ملی آسیای مرکزی و هم در بین مهاجران از این منطقه مشهور است جایگیر شده است. مرکز مطبوعات پلیس مسکو خبر داد که در پی زنازنی در خیابان ورناتسکی 6 نفر آسیب دیده را به بیمارستان برده، 9 نفر دیگر دستگیر شدند. بنا به اطلاع خبرگزاری تاس، از میان بازداشت شده ها نسبت به 7 نفر با اتهام میدانباشی پروتکل ترتیب دادند، ولی 2 نفر دیگر همچون به ویران کردن قانون مهاجرت عیبدار می شوند. این 2 نفر را اکنون می توانند از روسیه اخراج کنند. مرکز مطبوعات پلیس مسکو گفت پلیس تفتیش این حادثه را ادامه می دهد. زنازنی بین مهاجران تاجیک و قرقیز در مسکو در پی مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در پایان ماه اپریل است که با 55 کشته و حدود 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ مناقشه‌های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.